به جنگ‌های صلیبی 2 خوش آمدید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من ارشیا هستم و این اولین ویدئوی چنل خودتون کیمورا گیم هستش و امروز استرانگهولد کروسیدر 2 یا همون جنگ‌های صلیبی 2 رو میخوایم مراحل کلاسیکش رو شروع کنیم و تا آخرش ادامه بدیم. بچه جنگ‌های صلیبی 2 که امروز بازی میکنیم سال 2014 عرضه شده و خیلی هم جدید نیست و جنگ‌های صلیبی 1 که تقریبا 25-6 سال قبلتر عرضه شده هممون باهاش خاطره داریم و برای هممون خاطره انگیزه. امروز نسخه 2 رو داریم و مراحلی که فایرفلای تعیین کرده رو میخوایم پیش ببریم. از کلاسیک شروع میکنیم و سری ویدیوهای بعدی به DLC هم میپردازیم. خب کلاسیک مرحله اول و اینجا در مرحله اول با شاه بعد مبارزه کنیم. خب منابع که دسته برتر رو ما داریم 2000 تا سکه بیشتر و ایزی نورمال اگریسیو نداره که حالا با نورمال ادامه میدیم. خب بریم ببینیم چی شد که اینجوری شد. انبارتان را بسازید سرورم. چشم میسازیم. یه نگاه اول بندازیم. خب چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. چوب که زیاد داریم ولی سرسبزی اینجا رو میشه گذاشت، اینجا رو میشه گذاشت. مگه چوبا رو اینجا بذاری که اینجا نذاری خالی بمونه؟ نمیدونم. این ور چه خبره؟ این ورم که اینجا که کویر لوته و اینجا هم که خب خیلی کمتره نسبت به ما. اینا مالی که اینا هم مال هیشکی، هر کی بخواد. اینا هم که مال هیشکی نیست. خیلی هم عالی. میتونیم یه سری نیرو ما اینجا بذاریم که از اینجا حمله میکنه دفع کنه. یه سری هم اینجا بذاریم اینجا حمله کنه دفع کنه. سری برج اینجا بذاریم. سنگ و آهن هم که اینجا هست. خب بریم که شروع کنیم. اول از همه من انبار رو کجا بذارم یه جایی که دورم نباشه. بین آهن و بذارم اینجا. انبار قله را بنا کنید. قله را من میذارم این پایین. خب سریع من کالای کافی نداریم. اضافی رو میفروشم که باهاش چوب بخریم برای اینکه هرچی سریعتر اکونومی رو راه بندازیم جلوتریم. خب اول از همه یه چند تا خونه من بزنم. بچه‌ها یه نکته، این خونه ها هرچی به کیپ لورد که اینه، این ساختمونی که خرابم نمیشه هست. فقط وقتی لورد میبره این ساختمون هم خراب میشه دیگه. با لورد به قول معروف تموم میشه، غیب میشه. هرچی این خونه ها به این کیپ لورد نزدیکتر باشن جمعیت بیشتری رو ساپورت میکنن. یعنی این خونه ها 8 تاییه، این 6 تاییه. ببین این 6 تاییه، این 8 تاییه و یه خونه هر چقدر دورتر باشه این الان 4 تاییه. به این صورت هرچی خونه ها نزدیکتر باشن نمیتوانید آن را در آنجا بنا کنید. به قول معروف شما با چوب کمتر میتونید جمعیت بیشتری رو پوشش بدید که یکی از نکته هایی که فایرفلای توی جنگ‌های صلیبی 2 خیلی روش مانور داده. توی جنگ‌های صلیبی 1 به این صورت نبود. شما هر چقدر خونه میذاشی همونقدر جمعیت به جمعیتات اضافه میشد. حالا یه سری خونه ها هم بود که بله مثلا 2 تا دونه پاپ بیشتر میداد. مثلا چوب بری اینجا زدم. یه سری سنگم بزنم. یه چند تا آهن جا میشه. یه بله این بالا رو هم شاه سریع زد. خب بذار من اینو پاک کنم. اضافیه دروازه اینجا بزنم. دیوار بکشم. خب
خب بریم یه خورده غذا بذاریم. غذا رو من خیلی دوست دارم ترتمیز بذارم، ولی باید دید که چقدر جا میخواد. نه اینجا که پره. آه به نظرم یه دونه جا شد. بذار گوشت بزنم، اینا رو عمودی بزنم که 2 تا جاشه که نشد. اینجوری میشه زد. نه خوبه اینجا میشه. بله خب این عمالی. یعنی گندم بزنیم برای شما گوشت بخورین اون نباشه. حیف نیست. این بزنیم. به به میوه بچه ها نیست. من میوه هم بزنیم عشق کنم. این کماندارم داریم. به 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 به. این بچه ها تا برای ما سنگ بیارن طول میکشه. منابر بزنیم دیوارا رو پر کنیم. نه من اینجا بزنم چی میشه؟ این محدوده خیلی به دشمن نزدیک است و ساخت و ساز در آن امکان پذیر نیست. برای این یه دونه نمیذاره اونجا بزنم که مشکلی هم نیست. خب درود گرم ما به شما سروران. مالیاتی بتیقیم، اسفونی باز در بیاریم. نمی توانید آن را در آنجا بنا کنید، به ما حمله شده. آخ 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 آخ. وای اینا از اینجا میزنن. وای 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 وای. بذار من یه بیلد عربی بذارم اینجا، بیارم همون کاری که گفتیم انجام بدیم. نیرو لازم داریم سروران. ببینیم چی میشه. آخ آخ اینا یه دونه سلیت نداره. کارگر نیاز داریم قربان. خب من سریع باید بزنم تو کار سلاح، با کراسبو تولید کنم. میتونیم چیزا حتی تولید کنیم. نیرو لازم داریم سروران. سروران. اینجا گرفتن. اینجا کارگر نیاز داریم قربان. بچه ها سریع اینجا رو خالی کردن. خالی کن سریع. خب آوردم. بله سیار عالی. استعدوا بأقواسكم. اوکی. رائع. اینا رو 2 تا از اینا رو خراب کنید. این بیلد اینجا نذاره ما این دردسر. بچه من شم نه هنوز سنگمون نمیرسه. زدن سنگمون رو ترکوندن افتادیم عقب. من یه 4 تا زره این ور. You are the greatest lord. 4 تا اینجا، 4 تا همینجوری. یه چوبم که داریم. غذا در چه حاله؟ غذا رو ما درود گرم ما به شما غذا داریم سروران. کم میاریم. غذا داریم کم میاریم. وای بذار جا نمیشه اینجا. نه 2 تا جا نمیشه، همون یه دونه باید بزن. تا بیا این چوبا اینجا رو خراب کنم. خراب کنم اینو بکنم ببرن و وایس. حالا نداره اینا رو بذار بسازن. مستعد. آها این شد حرف حساب. اینا بالا هم أين بردشون الخائن؟ بیشتر. نعم سيدي. خیلی خوب. حالا یه مقدار کماندار باید بگیرم. نیروهای شاه حمله کردند. چاره شدیم. کارگر نیاز داریم. سنگ میشه بریم. خب أقواسنا قوية. نعم. خب چی داریم تو هم با به 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 به. کماندارا بسازیم. نیرو لازم داریم سروران. اوه شمشیرزن عرب اینا سگجونن نمیرن. الان همه اینا رو میزنن. سنقوم بكل ما يلزم. لنذهب.
أين الخائن؟ بزن کارگر نیاز داریم قربان. نیرو لازم داریم سرورم. سرباز کماندار. سرباز کماندار. غذا اون اضافه شد. بله غذا رو یه دونه نگاه بیل چیکار کرد. سرباز بزن کماندار. دیگه باب بزنیم. بزن دیگه. سرباز کماندار. سلاح میخواهیم این از قربان. این یه مقدار من نیزه کالای کافی نداریم. گرز بمونه برای شوالیه. شمشیر هم نمیخوایم. همیشه شوالیه بسازیم. یه اتک بدیم بله نمیشه سیت زد. بله سیت میشه زد. بذار من یه تو آتیش بفرستم اون وسط خود کباب درست کنیم. کباب به ما حمله شده. کباب سرباز متخصص. این بچه ها اینجا مردن. سرباز کماندار. أمنيتك أمر لنا. خب بذار من بقیه‌اش رو بسازم. نیرو لازم داریم سرورم. کباب کن. پیامی از شاه. کباب باید بیشتر توجه کنی. کباب دیگه بابا. ماشاءالله. به سرباز کماندار. اینا پررو شدن. بریم اینجا. سرعت بازی رو میشه یکم برد بالاتر. سلاح میخواهیم قربان. بله میشه. به سرعت بازی رو ببریم بالا. خوره اینا رو خاموش کن. وایسا ببینم کجا خاموش میکنم. خب اینجا کباب کنیم. برس جون مادرت. برس دیگه برس. اینا رو کباب کن. نه کباب سرباز متخصص. اب نره. یه منفی خوردیم. علت چیه؟ سیب نداریم. خیلی عالی. یه خورده شمشیر زنه برای آموزش این چقدر چوب. واحد طلای کافی نداریم. خب در یه حرکت سوسکی کارگر نیاز داریم. کماندارامون همش You مردن. are the greatest lord. بعد اینا رو بذار من بیارم اینجا. برای ساخت این وسیله طلای کافی نداریم. سرباز تیرانداز. کجا رفت؟ حواسم نیست. زده بودم رفت. به موجودی خزانه کم شده از سرورم. خزانه. شوالیه. خب مستعد. اینا رو برید اینجا درگیش شما. انتبه. اینا بیارید اینجا. بعد کراسو بده به من. نیرو لازم داریم سرورم. خب بیاییم. کارگر نیاز داریم قربان. شوالیه. سرباز تیرانداز. کمانداری شوالیه. چیزا به اونو بیارید اینجا. سرباز تیرانداز. ببین ما از کجا اتک بزنیم سیفی؟ سریع این برزه رو بزنیم. پیامی پایم هیچ شده. زیبای منو خراب نکنی. معله اینجا سرباز متخصص. مستعد یا خب سید. بریم بالا شما. بیاید سرباز اینو بزن. متخصص. اینو بزن اینو هست. شوالیه. این لوردو بزن سریع. بزن اوها اندونی بود. به سنگسار شد. سرباز متخصص. بتونم
زن لردو لرد زن بذار بسته چارش میکنم کنم لرد بودیم سیبیلا رو از صدام بزن بیشترم پیامی از شاه. من خونم رو ترش میکنم. مراقب حیوانهایم باشی. اشتیر بابا همه تون همین سرباز بریم آقا متخصص. به به تمام شد. ما پیروز شدیم. خب پیروزی با عزت. Never stuff sand in your eyes. Why would you do such a thing? خیلی خوب. دیگه مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی رو هم یه نگاه بندازیم. این مرحله که ایزی بود مثلا راحت شاه رو ترکوندیم و یه در گوشه تمیز زدیم بهش که دیگه این ورا پیداش نشه. بهش فهموندیم که شاه کیه. خیلی عالی بود واقعا. خب مرحله بعدی در برابر رد. ای بابا پولمون نصف کمتره. مپش هم آخه بریم مپش رو نگاه بندازیم. انبارتان را بسازید سرورم. خب اینا اینجا میزنن اینا رو. بعد یه برج اینجا بذاریم یه برج اینجا بذاریم. اینا نیرو میفرسته تا یه حدودی از اینجا دفع کنن. یه نیرو اینجا میفرسته تا حدودی اینا دفع کنن. ببینیم چی میشه. خب چیزی که زیاد چوب اینجاست. خب خواستم بگم چیزی که زیاد سرسبزی واسه بیلد غذایی که یه لحظه داشتم میگفتم چوب که حالا خوب شد ضایع نشدیم اینجاست. حالا اب نره. سنگم که مال کیه اینا؟ مال خودمونه. به به. اما رو بذاریم نزدیک سنگ. بذاریم اینجا که هم نزدیک چوب هم سنگ. انبار قله را بنا کنید. قله رو بذاریم اینجا تو خشکی که نهایت سرسبزی استفاده کنیم و به طبیعت احترام بذاریم. خب خیلی کالای کافی نداریم. منابع رو آب کنیم چون این سریع اتک میده. یه برج اینجا بزنیم. عالی. یه برج هم اینجا بزنیم. ولی برای صرفه جویی تو سنگ و اسفون بازی اینو میچسبونیم به اون. خیلی ترتمیز. پله دیگه نمیخواد بزنی ولی برای این یه دونه مجبوریم بزنیم. سرباز بفرستیم بالا. نیزه ها هم بفرست اینجا. زرتی مثل موشک های خیبر نیزه بزنن تو شکم اینا. خب چوب این چیه؟ این چیه؟ سیبه. سبحان الله. این که مال من نیم مال رته. یکی دیگه هم اینجاست برگام. خب غلط های اضافه اینجا کردن ناراحت نمیتوانید آن را در آنجا بنا کنید. چوبا رو پخش و پلا کارگر کافی برای فعال کردن این بنا نداریم. تو زندگی پول نداریم. تو بازی هم هیچی نداریم. چه وضعیتیه؟ اوه این بیشرف سریع اتک داد. آخ نیرو پیرین از ساختم. آخ نمیتوانید آن را در آنجا بنا کنید. بس این سربازخونه عربی بزنم. سریع اتک میدی. ما هم بلدیم سریع اتک بدیم. پیرمرد باشه. پیرمرد بابا شبیه موش فاضلاب. نیرو لازم داریم. عوضی. مستعد. نتقدم سيرا. کارگاه استخراج سنگ باید روی معدن سنگ بنا شود. به ما حمله شده. کارگر نیاز داریم قربان. نیرو لازم داریم سرورم. نحن نقاتل بشجاعة. فرسان السيف نتقدم. انتبه. ماشاءالله. من اینجا بزنم بیان خودکاریم و غذا نمیشه. شروع شد رعیت باباته دیگه کشته میشه. رعیت بابات بی ناموس کشته میشه. داداش تو با این زیبایی ما رو کشی. نیازی نیست بلکه دلقک. آخه ما به چوب نیاز داریم. مالی نرفا نیست.
کارگر نیاز داریم قربان. نیرو لازم داریم سرورم. نیروهای رد حمله کردند. خب غذا هم گذاشتیم. اقتصاد دوستان بهم میگن اقتصاد واقعا هر یه پلیر جنگ‌های صلیبی یه اقتصاد دانه بدون مدرک دانشگاهی. اینا چکار کردن؟ مستعد لتنفيذ سبحان الله رفتن رسیدن ضيوفنا لا تعرف الراحة. أين رسیدن العدو؟ اینو بزن ببینم لردشو وارد زدید. سبحان الله نیرو لازم داریم سرورم. سریع با شیرو بساز سریع. مستعد. من اینا رو بیکار کنم زنه سریع سر کار. بودو همشون شدن چوبگوری، دوتاشون شدن سنگکار. چوب اونم زیاد هست انصافا. لنبدأ المعركة. کارگر نیاز داریم قربان. مستعد يا سيدي. سمو. سبحان الله زن نحن نقاتل بشجاعة. مزخرف اینا چیه درست کردی؟ لنبدأ المعركة. چیه این؟ تینیجرهای آمریکایی هن؟ اینایی که تو بیسبال دارن دعوا میکنن؟ آره خودشونه هرچی از ضعیف هن. تحت أمرك. قطعوهم. برو این قتل بیشرف رو بزن. برو هجوم بشغف. چند تا داریم؟ 23 تا با اینا مستعد يا سيدي. خیلی هم عالی. رد رو از این لازم ببینیم زدیمش. سبحان الله یافر نها کن توی داری بکنم. آی رد که عقب تو رو ما کردی. ای دشمنی داره با اون رفتی فرامدی. نه ببین پیامی از من. به خواهش میکنم اجازه بده برم. تحت أمرك. على شرفك. ایزی ما پیروز شدیم. راحت رد هم نشوندیم سر جاش. خیلی عالی. The scorpion has mocked me all my life. I have no words to answer it. خیلی خوب. ببینیم مرحله بعدی چی برامون دارن. ای خدا رد که اصلا پلیر نبود بابا. 100 رحمت به شاه. حداقل 4 تا شمشیرزن و کماندار میساختیم که این تینیجره آمریکایی بچه سال درست میکرد میفرستاد جلو. با این چک هم میمردن. خب اوه این دوتا یالغوز انداخت با هم. جای ما هم که ولی کنار دریاییم. خیلی عالی. دریا کناره. ای خدا ولش. رود نیله چیه این؟ مصره شاید چیز مصره. اینور مصر مثلا اینورم فلسطین چه میدونم. در حال این ویدیو میگم این بازی هم بمونه برای ویدیوهای بعد تا ببینیم چی میشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و نمیدونم بگم نگم خودتون میدونید نمیدونید. چنل تازه تأسیسه این و این اولین ویدیویی که تو چنل قرار گرفته. با لایک و کامنت و سابسکرایب مخصوصا از ما حمایت کنید تا این سطح گیم پلی و کامیونیتی رو ببریم بالاتر با کمک همدیگه و انشالله که جاهای خوبی برسیم. تنتون سالم، جیبتون پرپول و تا ویدیوی بعد دم همتون گرم. خداحافظ.